سلام، من شاهین امیراحمدی ام. امیدوارم حالت عالی باشه. قراره توی این ویدیو توی 30 دقیقه بهت مسیر رو یاد بدم که خودم سالهاست دارم از طریق این روش ها به درآمد میرسم و الان میخوام بهت یاد بدم. تنها خواهشی ازت دارم این ویدیو رو با دقت ببین. مهلت تماشای این ویدیو خیلی محدوده و به زودی پاک میشه و چیزی که ازت میخوام دونه به دونه کارهایی که میگم رو انجام بده. این ویدیو نقشه راه دقیق رسیدن به درآمد حداقل مثبت 50 میلیون تومان تضمین میدم بهت که تو اگر از روش هایی که من دارم بهت میگم استفاده بکنی و دانشت رو بیشتر بکنی بهت قول میدم میتونی تو کمترین زمان به درآمد مثبت 50 میلیون تومان برسی. اول ویدیو کمی در مورد خودم میخوام بهت توضیح بدم. ببین، من شاهین امیراحمدی ام و از سال 99 حدوداً 5 ساله که تو اینستاگرام دارم فعالیت میکنم. تو شروع کارم با خیلی از پیجا کار کردم، ادمینشون بودم و یه سری شکست‌ها خوردم، یه سری توی شروع کارم به مشکل خوردم و این اتفاقات باعث شد که من خودم رو روز به روز رشد بدم، پیشرفت بکنم و زمانی که با پیجا داشتم کار میکردم در کنار شروع کردم به آموزش دادن. تو پیجی که الان هستی قبلا خیلی فعالتر بود و من داشتم آموزش اینستاگرام میدادم، آموزش فروش میدادم و این کارا داشتم انجام میدادم. به مرور که کارم گسترده‌تر شد، این چیزی که دارم بهت میگم مربوط به همون سال 99 و 1400 با خیلی از برندها آشنا شدم. مدیر سوشال مجموعه آموزشی بودم، مجموعه‌ای که خیلی مطرحن، تو هایلایت گذاشتم در موردشون. هایلایت همکاری پیجام بری نگاه بکنی کامل متوجه میشی. مدیر سوشال بودم، به عنوان مدرس بودم برای یکی از نمایندگی بسیار بزرگ یه مجموعه آموزشی تو شمال کشور و همینطور مدرس دوره آموزشی دانشگاه سند شریف بخش ترجمیک، یه مؤسسه‌ای هست به نام مؤسسه ترجمیک که اونجا هم فعالیت میکردم. اگر بخوام خیلی ساده و خیلی راحت بهت بگم با خیلی‌ها کار کردم و اگر الان حرفی که دارم بهت میزنم حاصل سالها تجربه خودمه. من آموزش‌های متفاوتی دیدم، آموزش فروش، اینستاگرام، الگوریتم، تبلیغ نویسی که خیلی از کسایی که الان دارن تدریس میکنن نمیدونن تبلیغ نویسی چی هست. خب ولی من آموزش رو دیدم و این از این. الان میخوام بهت بگم درآمدهای بالا رو تجربه کردم، از خیلی پایین شروع کردم و الان میخوام این سری آموزش‌ها رو بهت بدم. من سال 99 که فارغ التحصیل شدم از رشته حقوق و الان کارشناسی رشته حقوق دارم. تقریبا همون موقع ها که برای رشته حقوق اینجا میدونی یا نه باید بری خدمت سربازی و بعد بیاید و بعد تو آزمون شرکت بکنید. دقیقا سالی که من رفتم خدمت و برگشتم کرونا شروع شد و حدود 4 سال آزمون برگزار نشد و بعد یه مدتی من تصمیم گرفتم که وارد بحث اینستاگرام و محیط اینستاگرام بشم و اینجا کسب و کارم رو شروع بکنم بر اساس علاقه‌ای که خودم داشتم. خیلیا قضاوت کردن، خیلیا گفتن که آقا اینستاگرام بی خیال برو همون رشته حقوق خودت. قبول دارم رشته خودم جزو تاپ ترین رشته هاست و خیلی خوبه، ولی خب جزو هدفهایی که در آینده قطعا تیک میخوره. ولی الان اینستاگرام فرصته. خب اگر الان از اینستاگرام استفاده نکنی در آینده خیلی سخت‌تر میشه. نمیخوام بگم اینستاگرام ممکنه بسته شه، نه اصلا چنین چیزی نیست. فضای مجازی، فروش آنلاین، فعالیت کردن تو فضای مجازی چیزیه که هیچ موقع از بین نمیره. خب شاید روشش متفاوت بشه و فرق بکنه ولی از بین نمیره. اینستاگرام که الان بهترین بستریه که میتونی توش فعالیت کنی و درآمد برسی. خب ببین در مورد این میخوام صحبت بکنم که اصلا این آموزش چی است. ببین من میخوام آموزش کمپین منیجری، ادمین اینستاگرام و تولید محتوا با موبایل رو بهت بدم. این سه تا شغل هایی هستن که هر کسی که تو اینستاگرام داره فعالیت میکنه بهت نیاز داره اگر این با مهارت های این سه شغل آشنا باشی و بتونی کمک بکنی. من یه چیزی رو میخوام بهت بگم. اول میخوام ذهنت رو باز بکنم. کدوم پیجی هستش که ادمین اینستاگرام نخواد؟ کدوم پیج هستش که نیاز به یک کمپین منیجر نداشته باشه برای افزایش فروشش؟ کمپین منیجر میدونید چیه دیگه؟ کمپین منیجر من در مورد کمپین فروش صحبت میکنم، در مورد کمپین تبلیغاتی صحبت نمیکنم. کمپین منیجر این شما مدیریت کمپین فروش
یه کسب و کاری رو برای عهده میگیری و حالا توی این کسب و کار کمپین جوریه که توی باز زمانی استارت میخوره، وارم آپ نیازسازیش انجام میشه و در نهایت استارت کمپین و مراحل بعدی. این وظایف یک کمپین منیجره که شما توی پست‌ها و توی استوری ها، توی لایف ها و توی دایرکت باید کارهایی رو انجام بدی که اون شخصی که توی اون پیج هست به محصولی که تو داری ارائه میدی نیاز پیدا بکنه و بعد بیاد اون محصول از شما تو اون باز زمانی مشخص و با تخفیف بیشتر ازت خرید بکنه. ادمین اینستاگرام یعنی شما مدیریت پیج های اینستاگرامی رو بر عهده داری. نمیدونم تا حالا با این حوزه آشنا بودی یا از اطرافیان، قطعا کسایی هستن که ادمین داشته باشن و کاراشون رو انجام بدن. مدیریت میکنی، پست گذاری، استوری گذاشتن، تعامل کردن تو مباحث اولیه است. من نمیخوام شاخه های مختلف ادمینی رو بگم، من با اون کار ندارم. روش من، متد من متفاوت تره و بهت کمک میکنه به جای اینکه دنبال درآمدهای 5 تومن، 6 تومن، 10 تومن با 5 تا پیج قرارداد ببندی که نهایتاً بشه 20 تومن، بیای با یکی دو تا پیج قرارداد ببندی و درآمد 30 تومن داشته باشی از ادمینی. من میخوام اینو بهت یاد بدم و خیلی فرق میکنه. اگر میبینی آموزشم متفاوته، حرفم متفاوته، برای اینکه روش من متفاوت تره. خب اولین بار نیستش که دارم انجام میدم، سالهای سال دارم تدریس میکنم، تجربه دارم و الان اونا رو میخوام در اختیار قرار بدم. ادمینی بهت گفتم تولید محتوا با موبایل، اینکه شما بتونی با یه سری اپلیکیشن هایی که ممکنه دیده باشون اپلیکیشن ها رو بتونی ادیت بکنی، بتونی تولید محتوا بکنی. یه سری اپلیکیشن نیازه. حالا برای کمپین منیجری نقشه راه قراره بهت بدم. من بهت پیشنهاد میکنم ببین من میتونستم یه دونه شغل یا 2 تا شغل بهت آموزش بدم. چرا 3 تا شغل بهت آموزش بدم؟ چون ممکنه کمپین منیجری به روحیاتت نخوره، اصلا دوست نداشته باشی. اینجا قرار واقعیت رو بهت بگم. نمیخوام هیجان زدت بکنم، نمیخوام وعده و وعید عجیب و غریبی بهت بدم، نه. خیلی رک و ساده میخوام بهت بگم آقا قراره چیکار بکنی. اگه دوست داری وارد شو، اصلا دوست نداری وارد نشو، به دردت نمیخوره واقعا. کمپین منیجری تو ببین باید تسلط زیادی به مباحث فروش داشته باشی، آموزش فروش باید دیده باشی و آموزش فروش توی اینستاگرام، نیازسازی و خیلی موارد باید یاد بگیری. ولی ادمینی باز دوباره راحت تر از کمپین منیجریه. شما ادمینی تو هر بازی که باشی، تو هر شرایطی که باشی، میتونی راحت کارت شروع بکنی. و همینطور تولید محتوا با موبایل که یه چیزی من میخوام بهتون بگم. ببین مخاطبایی که وارد پیج من شدن توی باز زمانی که یه سری پست‌ها گذاشتیم، یه تعداد خیلی زیادی از فالوورها اومدن توی پیجم و نکته‌ای که میخوام بهت بگم اینه که نمیدونم الان تو چه سنی هستی. خب و اگر کمتر از 30 سالته که هر ستای این شغلا به دردت میخوره. اگر بیشتر از 30 سالته گوش کن ببین من چی میخوام بهت بگم، بعد تصمیم بگیر. چون خیلی‌ها سنشون مثلا 50 یا 60 سال بود اومدن دایرکت بهم پیام دادن، میگفتم که خب ببین باید بهت بخوره این کار، یعنی باید علاقه داشته باشی، یه گوشی تو دستت باشه باهاش مدام کار بکنی، خستت نکنه. کار با اپلیکیشن باید یاد بگیری. یعنی چیزایی نیستش که مثلا ترید و اینا نیست واقعا. خیلی از دوستان به اشتباه برداشت می‌کردن. ولی نارشش اینجوری سن و سالم که بهت گفتم. در مورد کمپین منیجر بهت گفتم. خب ولی میایم در مورد ادمین اینستاگرام. ادمین اینستاگرام شما تو هر شرایطی که باشی میتونی کارتو انجام بدی. هر ستای این شغلا نه محدودیت زمانی داره، اینکه شما حتما رأس 1 ساعتی باید اینجا حضور داشته باشی یا یک کاری رو انجام بدی، و نه محدودیت جغرافیایی داره. نیاز به حضور فیزیکی شما هم نداره. قول میدم بهت که نداره. خب و همینطور روش کار کردنش هم شما حتما قرار نیست پیج اینستاگرام داشته باشی، میتونی پیج اینستاگرام نداشته باشی. مورد بعدی پیج اینستاگرام هم میتونی بزنی، من اینا رو بهت یاد میدم. خب ولی خودت باید انتخاب بکنی. بهتم یه سری سایت‌ها نشون دادم، سایت جاب ویژن، جاب اینجا، انجام میدم و استخدام، خیلی سایت‌ها هستن که تو میتونی وارد این سایت‌ها بشی. دارم بهت میگم برو سرچ بکن، ادمین اینستاگرام بزن، کمپین منیجر بزن، ببین چه درآمدی رو حاضرم به شما پرداخت بکنم. من میخوام یه فرمولی رو بهت یاد بدم که تو علاوه بر این که 1-2 تا پیج خوب میگیری، در کنارش تولید محتوا هم انجام بده. در کنار تولید محتواش مثلا استوری موشن، مثلا برای یکی از پروژه‌هامون واقعا نیاز به یه شخصی که بتونه استوری موشن درست بکنه داشت.
خب من وقتی بدونم کسایی که هستن میتونم به درستی انجام بدم، میسپارم به اونا. اعضایی که تو جمع خانواده خودمون هستن، تو پیج خودمون هستن، میدم به اونا انجام بدم. و همینطور ادمینی، خیلی از کارفرما با من در ارتباطن که نیاز دارم به یه شخصی که ادمین خوبی باشه، تسلط کافی داشته باشه و کارشون انجام بده. خب تا اینجا مبحث رو برای جای انداختم که شغلا چیه، به چه صورته، چجوری میتونی کار بکنی و به چه صورت. بریم جلوتر یکم تخصصی تر صحبت بکنیم. کمپین منیجری برای بحث اجرای کمپین فروش تو باید به مباحث فروش تو اینستاگرام تسلط داشته باشی. اینکه چه پستی بذاری، چه استوری بذاری، چه لایو برگزار بشه، وارماپ به چه صورت باشه، توی دایرکت ها چه فلوهای ارسال بشه، تو دایرکت اگر سیستم اتوماسیون پیجت اوکیه و دایرکت اتومات داری، چه فلوهایی بره که منجر به فروش بشه. اینا رو باید برای یک کسب و کار بچینی. خب این که مثلا چجوری نیازسازی بکنی که مخاطبت متوجه نشه که شما توی شروع اون ریلزت میخوای محصول بهش معرفی کنی و در نهایت انتهای ویدیو محصول بهش. ببین اینا خیلی فرق میکنه. ساختن ریلزی که مثلا آره این گوشی قیمتش اینقدر بیاین بخرین، یا اینکه شما بیاین بگی که کسب و کار چیه، بر اساس کسب و کارش بهش یه گوشی رو پیشنهاد بدی. اگه کار تولید محتوا با موبایله، نیاز به یه گوشی داری که باتری خوبی داشته باشه تا کم نیاری موقع کار کردن، یا دوربین خوبی داشته باشه. خب اینا مواردیه که توی بحث کمپین منیجری در مورد صحبت می‌کنیم. ببین کمپین فروش ساختارش اینه. شما 21 روز، خب حالا این عددی که من میگم یه عدد معقول و نرمالی، حالا این میتونه تغییر هم بکنه. 21 روز کشش ایجاد میکنی، تشنه سازی میکنی، نیاز سازی میکنی و توی این 21 روز مخاطب رو جذب میکنی و تبدیل میکنی، ولی بهش نمیفروشی. اوکی؟ کمپین فروش هم برای همه کسب و کارها قابل اجراست. اگر میشنوی کسی میگه که نه مثلا من لباس میفروشم، چجوری؟ اینا رو بریز دور خواهشم. ذهنت رو باز بکن. کمپین فروش برای همه پیجا قابل اجراست. حتی خواننده های کشورمون، ایران خودرو و سایپا هم دارن کمپین فروش برگزار میکنن. پس به حرف هر کسی گوش نده. شاید یه نفر دانشش رو نداره که داره این حرفو میزنه. تو این 21 روز شما میتونی تبلیغات بکنی، میتونی روش‌های جذب فالوور رو صورت رایگان انجام بدی. شما کار جذب رو انجام میدی، خب، و تبدیلش میکنی. مدام توی استوری ها و توی پستات میگی قرار فلان تاریخی اتفاقی بیفته، این محصول رو من میخوام برای فروش بذارم. اوکی، وقتی 21 روز تموم شد، 2 الی 3 روز استارت کمپینه. دیگه اونجا جذب نداری، فقط میفروشی. این محصول قیمتش اینقدر، بیاین بخرید. قیمتش اینجوری، بیاین بخرید، با سناریوهای مختلف. یکی از مواردی هم که بسیار مهمه، سناریو نویسی توی پست و استوری هاست. نگران نباش، اگر حرفی میزنم که سخته بهت آموزشش رو میدم، با من همراه باش. توی اون 2 الی 3 روز شما کمپینت استارت میکنه. حالا روش‌های متفاوتی داره، بعضیا تمدید میکنن، بعضیا تمدید نمیکنن. من با این مخالفم، میگم اصلا تمدید کردن بد کار نیست. شما باید کمپینت رو استارت بزنی، مخاطب خرید، اوکی. وقتی که کار اون 2 الی 3 روز تموم شد، میره بحث بعد از کمپین. مهمترین کاری که شما باید انجام بدید بعد از کمپینه. بعد کمپینه که باعث میشه شما توی کمپین بعدیتون هم موفق باشید. اوکی؟ یعنی شما اگر توی دوران بعد کمپین روشی رو اجرا بکنی که مخاطب خودش متوجه بشه یه چیزی رو از دست داده، من اگر این موبایل رو به شما بدم، اوکی، یه حسی ایجاد شده، ولی وقتی این موبایل رو از شما میگیرم، این حس از دست دادنه تاثیرگذاریش چندین برابر اینه که من محصول رو به شما بدم. پس باید حس از دست دادن یک فرصت خوب رو به مخاطب انتقال بدی و حسش بکنه. اصلا هم با دروغ گفتن و اینا نمیشه کار جمع کرد عزیز من. هر چقدر تو اینستاگرام صداقت داشته باشی، مخاطب خودش میفهمه، مخاطب متوجه میشه که شما باهاش صادقی، شما صداقت داری توی حرفت. این به شدت مهمه. اینکه شما بیای الکی یه سری محصولات رو بیای بگید که آقا چطورش اینجوریه فلان. ببین هر کدوم از این کارها سبک متفاوت و روش متفاوت خودشو داره که به جاش یاد میگیری. این شد از مبحث کمپین فروش. حالا بحث فروش تو اینستاگرام یه بحث کمپین فروشه و یه بخش
سیستم فروش روزانه است که شما بیای کاری انجام بدی که از طریق پست، استوری، لایو و دایرکت هر روز بتونی فروش داشته باشی. شما نباید فقط بسنده بکنی به کمپین فروش. خیلی از کسب و کارها هستن اصلا نیاز دارن که فروش روزانه داشته باشن. اما مورد بعدی، شاهین هر چند وقت یک بار باید کمپین برگزار بکنیم. ببین من میگم این که شما هر چند وقت یک بار کمپین برگزار بکنی کاملا بستگی به پیجت داره. یه موقع شما دائما تو تبلیغی میتونید ماهی 1 الی 2 بار کمپین برید، چون وقتی مخاطب جدیدی اضافه شده به پیجت قطعا نیاز داری کمپین بری، فروشتو انجام بدی، تبدیل بکنی که در نهایت بودجه داشته باشی برای تبلیغات بعدی که روز به روز این روند رشد پیج صعودی باشه. خب ولی موقع نه، یه تعداد فالوور که وقتی موندی اگر 2000 تا 3000 تا داری بیشتر نمیشه، کمپین تو بستی دیگه نمیتونی مثلا 1 هفته 2 هفته یا 1 ماه آینده کمپین بری، نمیتونی. اوکی. و مورد بعدی کمپین فروشاتون. ببین من واقعا یه جایی رو فراهم کردم که خیلی راحت و ساده دارم باهاش صحبت می‌کنم، خیلی خودمونیه، نمیدونم این حسو تو درک کردی یا نه، ولی خودم خیلی راحتم، برای همین خیلی دوست داشتم دوستانه باشه بیشتر این ویدیو. خدمتتون عرض بکنم که در مورد بحث کمپین فروش نکته‌ای که میمونه، خیلی از کسب و کارها فکر میکنن که مثلا حتما باید کمپین فروششون رو مثلا اینکه آقا امروز من تخفیف گذاشتم دیگه تمام، این به این میگن کمپین فروش. نه عزیز من، کمپین فروش بستن فقط به این نیستش که شما اعلام بکنید من روی محصول تخفیف گذاشتم. باید اون نیازسازی اجرا بشه، باید تشنه‌سازی انجام بشه، مخاطب باید درک بکنه که به این محصول نیازه. یه بحثی تو فروش هست، من اینو تقریبا سال 1400 اینا بود یه استوری گذاشتم تو پیجم و گفتن که مخاطب تو نمیدونه به چی نیاز داره، این تو هستی که باید بهش بگی که چه محصولی به دردش میخوره و به چه محصولی نیاز داری. تو باید بهش اینو منتقل بکنی. بحث فروش خیلی بحث گسترده‌ایه و من اگه بخوام در موردش صحبت بکنم خیلی بحث گسترده‌ایه، ولی همین دیتا رو داشته باش تا بریم جلوتر. حتما کمپین فروشاتون به یک دلیل باشه، مناسبت باشه، اینا رو انجام بده. ولی یه باگی که این وسط میخوره مثلا بحث بلک فرایدی. خیلی بلک فرایدی که اومد حس کردن که آقا تمام من باید کمپین ببندم. اصلا چنین چیزی نیست. یه موقع‌هایی شما سمت روش‌هایی که بقیه دارن میرن و دارن تست میکنن نرید بهتره. من با خیلی از کسب و کارها که صحبت میکردم توی این مدت، حالا مشاوره بوده یا کوچینگ بوده و موارد دیگه، بهشون گفتم این کمپین فروش نه، حتی استوری هم گذاشتم، گفتم خواهش میکنم تو بلک فرایدی کمپین نبندید، بجاش ارزشمند بودن محصولت رو به مخاطبت انتقال بده. اوکی. و در نهایت تو روزهای آینده بازم مناسبت هست یا روزهای آینده بگو آقا من واقعا محصولم به قدری ارزشمنده و به قدری ما قیمتش رو مناسب در نظر گرفتیم، واقعا نمیتونیم تو بلک فرایدی، اصلا شرایطش رو نداریم که تو بلک فرایدی بیایم و تخفیف بدیم. یکم متفاوت باش، قرار نیست هر کاری که بقیه انجام میدن شما هم انجام بدید. اوکی. این بحث کمپین منیجر. بریم سراغ بحث ادمین اینستاگرام. ادمین اینستاگرام عزیز من فقط به این نیستش که شما پست و استوری بذارید دایرکت جواب بدید، نه، ادمینی با ارزش و حقوق بالایی دریافت میکنه که بتونه سناریو نویسی بکنه، بتونه به مخاطب و به کارفرماش بگه آقا من میتونم ایده هایی بهت بدم که ریلز ها میلیونی بشه، میتونم کاری بکنم که بازدید استوری بیشتر بشه، میتونم جریان سازی و بلاگری توی فروش توی استوری ها رو برات انجام بدم و ایده هاشو بهت بدم. این ادمین خوبه. ببین یه موقعی هست شما میری که آره اوکی ادمین تعامل هست، ادمین مدیریت هست، ادمین تولید محتوا هست، اینا شاخه‌های گسترده داره. خب من نمیخوام اینو برات باز بکنم، خواهشم. من میخوام علمی رو بهت یاد بدم که تو اگر ادمین یک پیج شدی، چه از این که شما یک درآمد ثابت داری کاری بکنی که اون کارفرما یه حقوق بیشتر از اون مبلغ یا حتی توی فروش شما رو سهیم بکنه. من دوست دارم شما اینجوری بار بیاید، نخواین راه بقیه که دارن میرن رو برید، این واقعا به درد نمیخوره و هیچ کمکی نمیکنه. این از این، یعنی یه شخصی که ادمین اینستاگرامه علاوه بر اینکه باید این موارد رو بدونه، اینکه مثلا تو دایرکت چه کاری انجام بده، سناریو نویسی بلد باشه، جریان سازی تو استوری بلد باشه،
یعنی توی استوری ها بیاد شرایطی رو فراهم بکنه که مخاطب توی اون شرایط قرار بگیره و ازش محصول بخره. مثلا یکی از اون شرایط که من بارها مثال میزنم تکنیک PS. شما تو تکنیک PS اول توی استوری ها و تو پست هم انجام میشه، مشکل رو از مخاطب بازگو میکنید. مثلا اینکه مخاطب چه مشکلی داره، مشکلش رو میگید، خب، و تصویر سازی میکنید. تو اینستاگرام تصویر سازی به شدت مهمه. تصویر سازی میکنید و اون شخص رو تو شرایطی قرار میدی که اون مشکل براش به وجود اومده، خب، و بعد کمی روی اون مشکلش نمک میریزی. یعنی چی؟ یعنی اون درد رو بهش منتقل میکنی، حس میکنه. خب وقتی که تو اون شرایط قرار گرفت بگو که خب روشی هستش که تو بتونی مشکلت رو حل بکنی با این روش ها که ما این محصول رو داریم، دقیقاً همون کار رو میکنه. حالا میتونه برای پوست باشه، میتونه برای خیلی از موارد دیگه باشه. اوکی، این کارا رو میتونی انجام بدی. اگر ادمینی داره این ویدیو رو میبینی این کارا رو انجام میدی. اگر این کارا رو انجام بدی من بهت قول میدم تو دیگه درآمد 5 تومن 6 تومن 7 تومن نمیگیری، خیلی بیشتر میگیری. علاوه بر اینکه میتونی جای کار بکنی، استخدام بشی، در کنارش میتونی پروژه دورکاری بگیری. پروژه دورکاری شما فقط 2 ساعت الی 3 ساعت در طول روز زمان میذاری کارو انجام میدی. اوکی، و بیا به مخاطبت، به اون کارفرمات بگی که اگر میخوای فروش انجام بدی من بهت کمک میکنم فروشت بیشتر بشه. من به عنوان ادمین اینستاگرام شاید وظیفه نداشته باشم که برای شما کمپین اجرا بکنم، کمپین فروش اجرا بکنم، ولی بهت نکاتی رو میگم و حتی برای کمپینم طراحی میکنم، ولی توی فروش شما این درصدش برای من میشه. و کله قبول میکنه. آقا مگه کسی هست؟ ببین من میخوام یه چیزی بهت بگم، به دور از هرچی رویا فروشی، هرچی خرافات و معذرت میخوام از مزخرفایی که تو اینستاگرام دارم بهت میگم، من میخوام یه چیزی بهت بگم. کدوم کسب و کاری هستش که شما بهش بگی من حاضرم فروشت رو تو اینستاگرام 2 برابر بکنم، 3 برابر بکنم، هیچ پولی ازت نمیگیرم، فقط زمانی که به فروش رسیدی 25% فروشت طرف من باشه. اصلا کسی هستش که این کار انجام نده؟ تو چنین شخصی باشی به خدا الان سر کله میشکنم. من خودم واقعا یه جایی نیاز به چنین نیروهایی داشتم، ولی خیلی کمه، خیلی محدودیم، خیلی از سمت اینا نمیرن. تو هستی که میتونی توی این بازار جا برای خودت باز بکنی که در نهایت تو بشی اون کسی که خیلی ها به شما نیاز دارن. یا حتی بحث ادمینی. آقا من اصلا به شما میگیم من سابقه ندارم، من هیچ کاری ندارم، شاید که قبول نکنم. برو با کسب و کار صحبت کن، بگو من یه ادمینی ام که سابقه کار ندارم ولی میتونم بهت کمک بکنم که پیجت رو رشد بدی. خب اصلا باش قرارداد ببر. من خیلی صادقانه باهاش صحبت بکن، ولی من این مهارت‌ها رو دارم، مشکل پیجاش هم بهش بگو و در نهایت باهاش صحبت بکن ببین اگه قبول میکنه قبول نمیکنه. بهت قول میدم قطعا قبول میکنه. من تو شروع کارم همین کارا رو میکردم. شاید خیلی الان با این روش آشنا شدم ولی من موقع انجام میدادم. برای همین باعث شد که من با خیلی از کسایی که الان تو اینستاگرام مطرحن ارتباط بگیرم و باهاشون کار بکنم. و همینطور بحث تولید محتوا با موبایل. تو تولید محتوا با موبایل شما فقط کافی اپلیکیشنی که برات نام میبرم یاد بگیر. کپکات، اینشات، الایت موشن، پیکس آرت، پیکسل لب، اینا رو کافی یاد بگیری. موشن نینجا، حالا من 6 تاشو فعلا بهت گفتم. زمان بذار. اینا یاد گرفتن اینا نهایتا 1-2 روز زمان بره. خیلی دیگه بخوای سخت کار بکنی 1-2 روز زمان بره، به شرطی این آموزش خوبی ببینی. خب 1-2 روز زمان میذاری، حالا پروژه میگیری. پروژه ها چجوریه؟ برو خودت نگاه بکن. تامنیل یوتیوب برای هر یه دونهش بین تقریبا 300 تا 400 تومان از شما هزینه داره. کاور پست اینستاگرام یه 100 الی 200 تومان هم هزینه کاور پست اینستاگرامه. ادیت ویدیو، استوری موشن، هر کدوم از اینا شما اگر پروژه های مختلفی بتونی قبول بکنی خیلی راحت به درآمد مثبت 5 میلیون تومان میرسی. چون یه دونه استوری موشن طراحی بکنی، یه استوری موشن معمولی تقریبا هزینه‌اش 1 تومنه. حالا شما میتونی در طول روز چند تا استوری موشن طراحی بکنی. استوری موشنی که نهایتا شاید 3-4 ساعت زمان میبره، بستگی به مهارتت داره. شاید یه نفر توی 1 ساعت و نیم 2 ساعت اون کارو انجام بده ها. ولی شما مبتدی و تازه کارش شروع می‌کنی ممکنه کمی زمان ببره. حالا اینا رو فکر کنم، این دیتا رو بهت دادم. میخوام یه چیزی بهت بگم. خیلی‌ها زمانی که میخوان کارو شروع بکنن میگن آقا من سرمایه ندارم،
اهل ریسک کردن نیستم. این 3 تا شغلی که من گفتم نیاز به سرمایه داره؟ نه قربونت. مهارتش رو یاد بگیر، برو تو سایت ها برای خود کارفرما پیدا کن، برو با پیجای اینستاگرامی صحبت بکن، شماره‌شون رو بگیر زنگ بزن، حتی برو در مغازه باشون صحبت بکن. یا کسایی که دارن تو اینستاگرام استخدامی میزنن دیگه، برو باشون صحبت بکن. من مهارتم اینه. اصلا نیازی به این نداره که تو سرمایه داشته باشه. اشتباه کسب و کاری که تو اینستاگرام هست، هزینه رو از خارج وارد کارش بکنه. خب شما باید وقتی که تو اینستاگرام حالا پیج زدی، کار من در مورد پیج دارم میگم، اگر پیج اینستاگرام زدی، هر چیزی که از پیجت در میاری باید خرج پیجت بکنی. از خارج نباید چیزی بیاری، از بیرون نباید چیزی بیاری. این ذهنیت اشتباهه. خیلی هوش مالی درستی ندارن و تو باید اینا رو یاد بگیری که اصلا نیاز سرمایه نیست. ریسکش چقدره؟ آقا من یک کسب و کاری رو یاد میگیرم، ادمینی، تولید محتوا، کمپین منیجری، من یاد میگیرم این مهارت رو. حالا چقدر ریسک میکنم؟ آیا من برم تو این کار شکست میخورم؟ نه. شما تو کمتر از 5 الی 6 روز این مهارت رو یاد میگیری، میری وارد بازار کار میشی، کار میکنی، 1 ماه 2 ماه زمان میذاری، یا تو اون زمینه رشد میکنی اگر آموزش خوبی دیده باشی، یا تو اون زمینه رشد میکنی، درآمد بسیار بالایی به دست میاری. شما وقتی که درآمد 50 تومن 100 تومن رسید، دیگه نیاز نیست خودت کار بکنی. من سیستم سازی رو بهت یاد میدم که دیگه خودت کار نکنی، بقیه برات کار بکنن تو درآمد داشته باشی، کاری که من دارم انجام میدم. اصلا دور از ذهن نیست. شما وقتی که بتونی 4 5 تا کارفرما خوب داشته باشی، 1 2 تا نیرو استخدام میکنی، از هر کدوم از اون پیجای درآمدی رو قطعا داری. خب اون ادمی حالا یا کارآموزت میشه یا تو شروع کار مثلا یه درآمد 7 8 تومانی بهش میدی، 3 4 تا پیج رو برات مدیریت میکنه، کارش انجام میده، 1 2 نفری که استخدام میکنی. اینجا تو بدون اینکه کاری انجام داده باشی داری پول در میاری. حالا این من از تو میپرسم، این ریسک داره؟ سرمایه‌ت از دست میره، جوونیت از دست میره، چی از دست میره که بخواد ریسک بکنی؟ پس هیچ ریسکی هم نداره. درست شد؟ این از این. حالا من به چه درآمدهایی میتونم از هر کدوم از اینا برسم؟ بستگی داره خود کدوم انتخاب بکنی. من پیشنهادی که بهت میدم، میگم شما به اینستاگرام کامل تسلط داشته باش. خب کامل تسلط داشته باش. حالا برو تو شاخه‌های مختلف کار بکن. کمپین منیجری میتونی کار کنی، ادمینی میتونی کار بکنی. ببین بحث کمپین منیجر بودن اصلا لول کاریش متفاوته. خب خیلی لولش بالاتره. اگر کمپین منیجری کار بکنی، دیگه اصلا نیازی نیست واقعا ادمینی یا تولید محتوا کار بکنی، چون خیلی متفاوت تره و اصلا لول کاریش اینا خیلی متفاوته. نمیگم ادمین و تولید محتوا بدن، نه اصلا چنین چیزی نیست. میگم یعنی تو زمینه انقدر پروژه گیرت میاد، انقدر خیلی‌ها هنوز نمیدونن، انقدر بازار کار خوبی داره که اصلا تو میگم پروژه زیادیه، من نمیتونم واقعا انجام بدم. همین ادمین اینستاگرام خب یا تولید محتوا با موبایل، من بهت قول میدم چنان بازار کار این کسب و کار نابه و همینطور اشباع نشده که خیلی ها به تو نیازن. شاید چرا این حرفو داری بهم میزنی؟ چه جوری میگی؟ ببین من خودم تو بخشایی که کار کردم، مثلا جایی بودم که برای شرکت نیاز به ادمین داشتیم. باورت میشه مدت‌ها ما داشتیم آگهی میزدیم که ادمین جذب کنیم، ادمین خوب پیدا نمی‌کردیم، همه مبتدی بودن، فکر می‌کردن فقط با پست و استوری بذارن. باور کن تو سال 1403 چنین اتفاقی برای ما میافتاد. و تو اگر مهارت زیاد باشه دیگه تو حرفی برای گفتن داری. تو به اون شخص میگی من چنین مبلغی رو دریافت میکنم. حالا این چیزی که الان بهت یاد دادم، چیزی که تا الان بهت گفتم، خب دیتاهایی بود که ممکنه شما این دیتا رو هر جایی به دست نیاری. خب حالا از اینجا به بعد 2 تا مسیر میخوام واسه روشم باز بکنم و 2 تا مسیر رو بهت نشون بدم. مسیر اول، دیتا رو از من گرفتی، میری آموزش میبینی از هر کسی که دوست داری، از هر کسی که داره تو اینستاگرام فعالیت میکنه، تو یوتیوب میخوای بری نگاه بکنی، هر جا که میخوای بری نگاه بکنی، میری آموزش میبینی، آزمون و خطا میکنی، تجربه به دست میاری و در نهایت میتونی به درآمد برسی. ممکنه زمان به درآمد رسیدنت کمی طولانی باشه. روش دوم، میتونی از تجربیات 5 ساله من استفاده بکنی.
خب که خودم تمام این مسیرها رو رفتم، تمام شکست‌ها رو من خوردم، آزمون خطاها رو من کردم و الان به درجه رسیدم. خیلی هم آموزش دیدم، من آموزش خیلی هزینه کردم، اصلا هم بابت این قضیه ناراحت نیستم، چون باعث شد من پیشرفت بکنم، الان تو شرایطی قرار بگیرم که بتونم با برندهای مطرحی تو اینستاگرام کار بکنم. اوکی، الان تو شرایطی قرار گرفتم که میتونم این آموزش‌ها رو بهت بدم که تو هم وارد بازار کار بشی، ولی من راه میانبر راحت تری رو نمیخوام بهت بگم خیلی راحته، خیلی نه، اصلا چه چیزی نیست. قرار شد صادقانه با هم صحبت بکنیم، اصلا چنین چیزی نیست، ولی فقط کافیه 1 الی 2 هفته تمرکز بکنی و تلاشت رو بکنی. من میخوام تجربیات 5 ساله خودم تو اینستاگرام و در مورد کمپین منیجری، ادمین اینستاگرام، تولید محتوا با موبایل رو در اختیارت قرار بدم که تو بتونی تو مدت زمان کمتری به درآمد بیشتری برسی. شاید تو همین الان بری یه سری آموزش متفرقه ببینی، مثلا یه جا ادمین میشه به درآمد 4-5 تومن، ولی من مسیر رو بهت میگم که بتونی درآمد 10 الی 15 تومانی رو تجربه بکنی. پس خیلی متفاوت تره و زودتر میتونی به این درآمد برسی. دوره ای رو طراحی کردم که این 3 تا شغل رو بهت یاد میدم. یعنی اول میام سرفصلش به این صورت: آموزش فروش، تولید محتوا تو اینستاگرام، الگوریتم اینستاگرام، تبلیغات، حتی من تبلیغات هم گفتم، تبلیغ نویسی هم آموزش دادم و اصلا خود مسیر رسیدن به این درآمد مثبت 50 میلیون تومان رو کامل برات شفاف کردم که 0 تا 100ش به چه صورته و یه رودمپی رو بهت میدم که تو قدم به قدم اگر اینا رو انجام بدی میتونی به اون نتیجه برسی. وقتی که آموزشا تمام شد، وقتی که کامل به مفاهیم و مواردی که تو اینستاگرام هست تسلط پیدا کردی، حالا بهت میگم کمپین منیجر میخوای بشی، این مسیر رو برو. ادمین اینستاگرام میخوای بشی، این مسیر رو برو. تولید محتوا با موبایل میخوای انجام بدی، این مسیر. اگر میخوای هر سه تا رو انجام بدی، این روش رو برو. یکی از دلایلی که من 3 تا شغل رو اومدم انجام دادم یکیش همین بود که من یک دانشگاهی درست بکنم که توی این دانشگاه بیان کسب و کارهای مختلف رو آموزش بدیم و خیلی‌ها بیان از این طریق حالا چیزی که دوست دارن رو انجام بدن و به درآمد برسن. اما میخوام خیالت راحت بکنم که دیگه حتی 1% هم ریسک نکنیم. یه تضمینی برات گذاشتم: اگر به تمام مواردی که بهت آموزش دادم تسلط پیدا کردی و رفتی انجام دادی نتیجه نگرفتی، کل مبلغ رو به حسابت عودت میدم. تضمین 100% گذاشتم، چون من از کارم مطمئنم، نه رویا فروشی میکنم، نه کار خاصی میکنم، نه هیجان زدت میکنم، نه، تضمین 100% گذاشتم که کسایی که از این روش من استفاده کردن و به درآمد نرسیدن، هزینه رو به حسابشون عودت میکنم. آقا دمتون گرم، من انتخاب کردیم و به نتیجه نرسید، این خدمت شما. که این امکان نداره. من سالهای گذشتم که دوره آموزشی داشتم، تدریس میکردم و مخاطبان همین تضمین رو میذاشتم. ببین حالا خیلی هم ممکنه باشن کسایی که از قبل با من همراه بودن، من 1 نفرم نبود که از آموزشایی که من بهشون دادم ناراضی باشم، چون با جون و دل وقت میذارم، زمان میذارم، ارزش قائلم برای کسی که اومده توی دوره من ثبت نام کرده و مسیر رو بهش یاد میدم. اگر میخوای ثبت نام بکنی، بعد از این ویدیو من یک آیدی رو گذاشتم، آیدی تلگرامه. به اون آیدی پیام بده، خب شماره تماستون رو میگیرم، باهاتون تماس میگیرم و اگر خواستی مستقیم ثبت نام بکنی، نیاز به مشاوره نداشتی، فقط میگی ثبت نام، ارسال میکنی، کارتو انجام میدن. خب اینم یادت باشه تعداد ثبت نامی های ما به شدت محدوده. به خاطر چی؟ به خاطر که ما خب من یه سری دانشجوها سری قبلی کمپین گذاشته بودیم و تو پیج من اعلام نکردم از کانال تلگرام، یه سری‌ها رو من کارشون انجام دادم، الان دارن آموزش می‌بینن و خدمتتون عرض بکنم که خودم پشتیبانشونم و 1-2 نفر رو هم اختصاص دادم که پشتیبانشون باشن. الان خانم حسینی در کنار ما هستن و شما باهاتون که تماس میگیرن یا ثبت نام سریع که انجام میدی، سریع وصلتون میکنن به بنده که خودم پشتیبان شخصیتون هستم. خب یعنی شما علاوه بر اینکه داری یه دوره آموزشی تهیه میکنی، پشتیبان شخصیت خود منم تا به درجه برسم که بتونی به درآمد برسی. برای ثبت نام همین الان به آیدی که اینجا واسط گذاشتم پایین این ویدیو، یعنی بعد این ویدیو، یه آیدی تلگرام هست که خانم حسینی جوابتون میدن، فقط بهش پیام بده و اگر خواستی مستقیم ثبت نام بکنی بهشون بگی که ثبت نام، اگر نیاز به مشاوره داشتی شماره تماس ارسال بکن تا تو هم در کنار ما باشی و بتونیم مسیر رو با هم جلو بریم. خیلی خوشحالم از این کنار هستی، دوستت دارم، امیدوارم موفق باشی و هر جای کسی بهتر کنی. خدا نگهدارت.